ادامه گفتارهای رادیوی تاجیکستان. آزادگان باز در خود را برای شما می‌گشاید. باز از خودشناسی و خودآگاهی، از شعر و شاعری، از سرود و ترانه‌های دلبری صحبت می‌کند. آزادگان به شما راز می‌گوید، نیاز می‌آورد و شما را به خود هم صدای و هم نوا می‌نماید. باید بگویم که این سفر هم آزادگان از 6 فصل عبارت است. از 6 عالم راز، از 6 دنیای صوت و نوا، از 6 گفتگوزار، از 6 لحظه های دل‌آویز. فصل اول، یادگاری عینی. استاد صدرالدین عینی در خودشناسی و خودآگاهی ملت ما. فصل دوم، چشم به چشم. صحبت با شاعر شناخته علی محمد مرادی درباره سرود و موسیقی. فصل سوم، یاد بیضا. این عباره اساطیری در سرچشمه ها چگونه ارزیابی شده. فصل چهارم، ارغنون زن. نقش این ساز بسیار قدیمه در عالم موسیقی. فصل پنجم، خوشخوان. به چند معنی آمدن این کلمه در علم موسیقی شناسی. فصل ششم، ترانه های دلانگیز. سخن چند درباره دو بیتی های شاعر صاحب ذوق کمال نصرالله. یادگار عینی. یادگاری استاد صدرالدین عینی، ملت تاجیک، زبان تاجیک، دولتی با مشکلی صاحب گردیده تاجیک است. یادگار آن استاد والا مقام برابر اثرهای بیزوالش، غزل و شعرهای خودآگاهیش، کشور کوهسار و چشمسار تاجیکان است. از همین نقطه استاد لایق شیرالی گفته: یادگاری عینی و این کوهساران زنده باد. دیگران که خودی او بیهوده نگفته است که این خانه ز خشت کهن انداختم، در وی جشنی ز رفتگان ساختم، تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چی راه باختم. راه او تلاش بران بود که تاجیک را بشناسند. این ملتی از جبر تاریخ اینقدر عذاب دیده را اعتراف نمایند. او با دانش، با علم، با تاریخ را نکو دانستنش از همه اساس تاجیکی با ننگ و آر بودنش تکیه می کرد، مبارزه می برد و لحظه خاموش نبود. برای اثبات فکر و ذکر خیش تلاش می کرد. او گفته بود: اگر نمی داند بداند که فرزند تاجیک استاد رودکی اولین شخصی بود که با قوه زبان تاجیکی استقلالیت فرهنگی دولت سامانیان، نخستین دولت ملی تاجیکان را پایدار نموده است. جولانگاه این زبان حد و کنار ندارد. اندیشه های او، تلاش های حق پرستی او هماوازی را به میان می آورد. دانشمند بزرگ دیگر سید نفیسی با او هماوا شده گفت: پایه زبان پارسی را رودکی در گفته خود گذاشت و اگر فردوسی توانست کاخی بلند برافرازد، از آن بود که پیش از وی این ابو عبدالله جعفر ابن محمد آمده بود. زبان ما بی گفته او چون فرزند بی مادر است.
استاد صدرالدین عینی یک مجسمه بزرگ و بسیار پرحشمت در آن دوره دیده می شد. او چون خورشید به دل تاریکی تاریخ نور می افکند و کوردلان را با نور خود گریزان می کرد. آخر چطور تحمل می توان کرد که ملتی که زیاده از 5000 شاعران صاحب دیوان دارد نشناخته گرفت؟ بهر اثبات آن کتابی نوشت با نامی نمونه ادبیات تاجیک. این کتاب ضربه بود به آن دشمنانی که می گفتند چون این ملت در آسیای میانه وجود ندارد. زبان قدیمه و اولین دولتداری تاجیکان و با این قدر عالمان و شاعران صاحب دیوان شناخته نشدنش، نادیده گرفتنش به او سخت گران بود و امید داشت که حق به حقدار می رسد. آخر آفتاب را با دامن نمی توان پوشید. این خدمت شایسته و بسیار ارزنده را برای ملت تاجیک شاعر معروف میرزا ترسونزاده چنین بیان داشته: من به استاد عینی قایل و هر کس هم باید قایل شود. استاد راه دی بدی و خانه به خانه قلندروار گشته سند غون کردند، با نوگ سوزن از زیر خاک و ویرانه ها زر پیدا کرده کتاب نمونه ادبیات تاجیک را مرتب ساختند. به این خیل آدم که برای ملتش جان به گرو میماند چخیل قایل نمی شوید؟ تعظیم باید کرد. آره، تعظیم به پیش چنین ابرمرد فرزانه فرزند تاجیک باید کرد که ما را به ما آورد، ما را به ما شناساند و به تمام عالم معرفی نمود. آیا از این یادگار ارزنده و بزرگ میتواند بود؟ او مجسمه علم و فرهنگ، زبان و دولت تاجیک است. شاعر صاحب ذوق نظام قاسم شعر دارد با نام هیکل عینی که این نکته را خیلی صمیمی و واقع بینانه گفته است: ملک پهنای بگردش در میان او همچون محور، یا به میدان حقیقت پایدار است او چو یاور. گوییا در بزم کشور جاویدانی قندیل است آن، سنگ نی از پای تا سر پیکری جان و دل است آن. در دلی او روز شبها آتشی سوزان بسوزد، گه دلی اجداد گاهی جسمی اجدادان بسوزد.
سربداری اندران دل بشکند 100 پایه دار، 100 کسی با مردنی او می شود از خواب بیدار. اندران آتش دلانی شمع دانش را فروزند، در جهانی تیره و تار از عالم سوزند و سوزند. بینم او را گوی بینم هیکلی افکار سینا، گوییا می آید از دور رودکی با چشم بینا. پیکری علم است و فرهنگ، پیکری کاری ثواب است، جاودانی در صف ما سوی فردا در شتاب است. راه او دور و سفید است چون رهی امید تاجیک، هر سحر سر می کشد آن همرهی خورشیدی تاجیک. آره، او مجسمه علم و فرهنگ و زبان مادری ماست. شاعر شهیر میرزا ترسونزاده برحق گفته: استاد عینی افتخار ملی ما، وجدان ملت ماست. یادگار او بیزوال است، بحر ملت ما، خلق ما، کشور ما. تاجیکان صبرن خود اکثری تاجیکان گردد کتابی تاجیکان اکثری تاجیکان گردد کتابی تاجیکان. کتابی تاجیکان صبرن خود اکثری تاجیکان گردد کتابی تاجیکان اکثری تاجیکان گردد کتابی تاجیکان. همچون
تاجیکان صبرم خود اکثری تاجیکان گردد کتابی تاجیکان اکثری تاجیکان گردد کتابی تاجیکان اکثری تاجیکان گردد کتابی تاجیکان چشم به چشم. بزرگان میگویند سرود از 3 عنصر عبارت است: اول شعر، دوم آهنگ و سوم آواز. استاد عینی در لغت نیم تفسیری خود معنای سرود را این گونه شرح داده است: سرود نغمه و آواز خوش، شعری که مخصوص با آواز خوش خواندن. همین است که اگر در خوانش حافظان متن و موسیقی به هم توأم نآید، سرود و موسیقی به دل نمی رسد، شنونده پیدا نمی کند. همین مضمون در پرسش خبرنگار رادیوی تاجیکستان عابدجان سعید زاده به شاعر نازک بیان علی محمد مرادی افاده یافته است. حالا آغاز این گفتگو. شعری که در کتاب است تاثیرش شاید دیگرتر است و وقتی که همون آهنگی که هموزنی همون شعر است، همون شعر قبای نو میپوشاند، وقتی که با جمعیت پیشنهاد میشود همون شعر معروف میشود. دیگر نمیدونی که همون اسراینده شعر معروف کرده است یا شعر همون هنرمنده. عموما نظرتون درباره پیوستگی شعر و موسیقی چی است؟ اصلا شعر بی موسیقی نیست، با اون معنی که همه شعر یک آهنگ خاصی دارد که وزن معینی دارد که این آهنگ موسیقی دارد. از این نقطه پیوستگی سخت دارد. مثلا ما همونایی که ایجاد میکنن در اساس همون آهنگ شعر خودش آهنگاشون ایجاد میکنن. از این نقطه پیوستگی دارد. اما سرودی صورت مییابد که متن بلند داشته باشد، شعر بلند داشته باشد، بقوت باشد، شعر برجسته باشد. شعر موسیقی هم مثلا اون سرودی که میخوانن میتوانن شهرت بخشن، خود شعر اصیل خودش ترغیب میکنند. فقط بسته‌کار اصیل باشد. چیزی که مثلا فرض کردیم که منقدا یگان اثر بدیعی را گرفته جهت‌های ناروشنی را برای خواننده شده پیشکش میکنند، موسیقی هم میتواند که معناهای تحت لفظی همین چیزا درد همین شعر برجسته در پیش مردم نشان دهد. یعنی درد مردم هم آهنگ و هم چی یک باره همون شعر برجسته پیش مردم جلوگر میکنه. اما در اصل شعر خودش باید اگر شعر اصیل باشد، اگر به درد مردم میخورد، بی موسیقی هم در بین مردم پهم میشود، دوست میدارن مردم اعتراض. اما موسیقی میتواند که همون برجسته کرده معنوش برجسته تر به مردم پیشکش کرد. صحرا همه گل پوش است، دنیا همه در جوش است. صحرا همه گل پوش است، دنیا همه در جوش است. خار و گل باغ امروز آغوش به آغوش است. خار و گل باغ امروز آغوش به آغوش است. من تشنه دیدارم، من عاشق گلزارم، من تشنه دیدارم، من عاشق گلزارم. مانند چراغت من، مانند چراغت
من تشنه دیدارم، من عاشق گلزارم، من تشنه دیدارم، من عاشق گلزارم. گل بوید این باد چه می جوید، گل بوید و گل بوید این باد چه می جوید. لب برده به گوش گل آهسته همه گوید، لب برده به گوش گل آهسته همه گوید. من عاشق گلزارم، من تشنه دیدارم، من عاشق گلزارم، من تشنه دیدارم. در هر گل نشکفتم صد شوق از خفتم، در هر گل نشکفتم صد شوق از خفتم. بنشین نگذر چون بار، دارم غم نگفتم، دارم غم نگفتم. من تشنه دیدارم، من عاشق گلزارم، 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 من تشنه دیدارم، من عاشق گلزارم. اگر مشخص تر بگیم یعنی عامل هایی که پیوند شعر و موسیقی را با وجود آورده است چی ها شده میتونن؟ خود زندگی خودش همش آهنگه. نگاه کنید تمام آواز پرنده و دمیدن صبح و همه چیزی که در گردی اطراف یک آهنگ دارد، یک چیزی دارد. خود همین موسیقی است. اگر بشه درک کنید خود زندگی حتی طرز رهگردی خودش پرنده و مثلا همون مرچه و دیگر چیزو همون یک آهنگ با خودش خاص دارد. اینو درک کردن. برای همین این زندگی عاملی با وجود اومدن موسیقی من فکر میکنم خود زندگی است، دیگر چیز نیست. انسان همین قدر است که اما آهنگای زندگی، دردهای زندگی را درک کرده با واسطه شعر، با واسطه سخن یا با واسطه موسیقی به مردم پیشکش میکنه و درد دل خودش میگه. موسیقی میتواند که معنای شعر، درد شاعر برجسته به مردم پیشکش کند. از این نقطه نظر مثلا تاثیر اگر متن عالی نباشد، موسیقی هزار بلند باشد، اگر به شرط متن خراب باشد، بسیار حافظای مثلا حاضر میخونند متن خراب است. آدین آشیم یا که جرابی که مرادی یا که مثلا بای محمد نیاز یا که مثلا فضل شهاب و دیگر برای چی اونا رو مردم اعتراف کردن؟ برای سخنشناس بدن. اصلا در ادبیات امریکا گذشته ما همه اونهایی که به موسیقی سر کار داشتن اونها از شعر بسیار خوب بخبر بودن. وقتی که آهنگ ساز یا که سراینده وقتی که شعر میفهمد، دردی شاعر درک کرده میتواند، اون برجسته میتواند که به مردم پیشکش کنه. مثلا اگر که بعضا شعر گریه است، نالیده است، اما سراینده خندیده سرود میخونه، یعنی همون چی خواندنش خودش درک نمیکنه. برای همین سرود بی متن بلند خراب است، هیچ ارزشی ندارد. اما وظیفه موسیقی اون است که همون درد و همون معنی و همون چیزی فلسفه‌ای که در شعر هست به طور برجسته به مردم پیشکش میکنه. برای مقصد شاعر خوب شدن مقصد همون الهام در مدی اول است یا همون کوشش آموزش و تحلیل و تحقیق فردی در جای اول است؟ اصلا این چیز مادرزاد است. بسیار ادبیات شناسا که با شعر سر کار میگیرن از بس که جوهر شاعری در
ندارن شیرشون سخته میبرن. اون چیزی که مادرزاد است طبیعتا، یعنی هر یک انسان یک استعداد خداوند داده است که همون در وجودی همون هست. مانند دانه‌ای که مثلا تگ خواب میکنید اون باید آب و غذات نیالی را که مثلا همون نیال پرورش کردن. اونایی که میگن که شاعری استاد نداره این گپ غلط است. تجربه من خودم میگیرم، مثلا علم شعر است، علم شعر آموختن در کار او را بی استاد نمیشود. مثلا من سالهای دراز کودکی از صنفای 3-4 من مثلا شعر میگفتم، لیکن اما ما نمیدونستم شعر چیست، نظم چیست، شعر چیست. این یک آدمی در کار بود که مرا بآموزاند. من مکتب عالی رفتم، مثلا حسین‌زاده درس گرفتم، از دیگران درس گرفتم، با وجودی همون معنی شعر چی گپ چیست نفهمیدم. من مجبور شدم با واسطه آموزش پای بعد فهمیدم، درک کردم. من افسوس میخورم که خیلی وقت در همین چیزو رفت. اگر من از وقتش فرق شعر از نظم میفهمیدم، ممکن در اون دوره‌ای که بود خیلی چیزای خوب موجود بود. برای همین یک معنی شاعر کسی است که همه چیزا میداند. شاعر باید همه طرفه دانشمند باشد و باید از علم باخبر باشد، از زندگی باخبر باشد، باید شعر گذشته را نقض بداند، امروزی را نقض بداند، حتی شعرهای نوقلمو میبرآمدگی را باید بخواند. برای چی؟ تا که تکرار نکند، سخنش تازه باشد. وقتی که شما میدونید که همین گپ یک کس پیش از من گفته است، در ادبیات این گپ است که مثلا ممکن است یک مضمون یک شاعری میآورد و میگوید، اما شاعر دیگر بعد میاد همون مضمون رو میگیره با شعر میسازه. اگر شعرش از اون از جهت نسبت به وی بلندتر باشد، یعنی این مول همین آدم بدی نمیشود. فرض کردیم همون شعر مادر ایرج میرزا مضمون از یک نویسنده فرانسوی بودگی اونا گرفته ترجمه کرده است. ترجمه چنان برآمده است که شعر شخصی ایرج میرزا شده است. یعنی وقتی که کس اگر استعداد تربیت نکنه، بسیار جوانی که من پیش من بسیار میان مثلا اولین کاری میکنم شعر و گپ نشانشون میتونم که من این شعر است، من اینجا گپ است. اینجا مثلا یک شعر روزی من برای شما میگم، میگه که به فکرم از حضرت ایسوریس میگه که اظهار عجز پیش ستم پیشگان خطاست، اشک کباب موجب طغیان آتش است. مصرع یکم گپ است، بگیم تعدیوالی شعر است، اما شعر در مصرع دیم است، میگه که اشک کباب موجب طغیان آتش است. یعنی یکم شامل گپ یکم میگه، یعنی در پیش آدمای ستمگر عاجزی نشون دادن کاری نادرست است، گپ عادی است. اما میگه که وقتی که آب کباب چقدر چکیدن گرفت، همون قدر آتش بلند شده کباب بیشتر میسوزاند. شما که نگه که مشاهده عادی زندگی، شما که چقدر که خودتان پیش یک ناکس در خور کنید، همقدر شما رو خورتر میکنید. یا مثلا من یک روز همینجا شده بودم، پسرم هرمز گفت که آتا برای همه شعر نوشته، یک شعر مده نمیباش. و تگ دم درخت شدیم، درخت سر خودش در آفتاب بود و ما رو سویگی میکرد. این دیدی شاعرانش در همین جاست. نگاه کنید، من گفتم که ایا فرزند میدانی که میخواهم چیسان باشی، گپای این شعر نیست. ایا فرزند میدانی که میخواهم چیسان باشی، درختی سبز باید بود، سرت در آفتاب و سایبان دیگران باش. دیگه که یعنی مشاهده استعداد به تربیه به آموزش میمورد. مانند نیالی که آب و غذاش نمیتی خشک میشود، استعداد میمورد. بسیار جوانایی که من مثلا میان پیش من یک مدت میآین و من راهنماییشون میکنم، بعضیش یک تنیمتایش که در حقیقت یک جوش خور، اون استعداد وقتی در وجود آدم باشد، اون آدم مجبور میکند که مثلا بنویسه. و خواهید نخواهید من 10 مرتبه پرتون شعر، لیکن اثر اینا اما وای میآید آدم مجبور میکند. بعد میروان مثلا بعضیشون میگن که خبر سنت رو بآموز، برای قافیه بآموز، وزن بآموز، این چیزا رو بآموز. بعد میروان یک قسمش بعد همون قدر رفتگی گر نمیآید، چون که آموختن در کار به علم شعر ندانستن. مثلا شعر گفتن مرکب است. برای استعداد شاعری هم مادرزاد است، هم آموزش است و هم استاد در کار. استادی که راهنمایی کند در آغاز رو، یک راهنمایی کند که مثلا طرز درستی. مثلا من برای مثال همین دولت سفره چیکار کردم؟ من آدم اومد وقتی که من کار میکردم صدای شهر، پیش نظام اومده بود. اومد گفتم که
پرسید که اما آدم در مکردم و گفتم چی گپی داری خب بگو ما برسونمش. بعد گشت گفت که من یک دانشجویم شعر می‌نویسم هیچ کس نیست راهنمایی کنه. خب همین من گفتم بیا من بینم. دیدم که یک آتشکا دارد، یک نشانه. همین شعر جوهر آدم که جوهر شعر باشه یک نخیلی یک شعله‌چه‌ای داره که آدم حس میکند که این آدم دارد. من گرفتم همون یک چند شعرش تحلیل کردم، 10 بار گردوندمش رفت تحریر کرده. گفتم که نمیجور برو اثر کن. رفت کار کردم، یک دسته شعر تیار شد. اونا رو من گرفتم با یک پیشبرد در ادبیات سند چاپ کردم. بعدتر دفعه دیوم باز یک دسته شعر دیگه شد چاپ کردم. اون جوهر کی بود، من وظیفه‌ام از اون بود، یعنی یک راهنما در کار که همین آدم روی ادبیات سفربر کنه. من اون یک راهنمایی کردم. ولی مرا استاد میگن اما مثلا من همین کار کردم که همین آدم آوردم، این گفتم که نمی تبره و میره به منزل میرسه. من اون روی ادبیات راست کردم. اون طرف خودش رفت، اون طرف نتیجه آموزش، نتیجه اونی که در جوهرش بودن این چیز سال سعی و کوشش‌های زیاد اومده. مثلا امروز یک آدمی شناخته شده است. برای همین حتما یکم استعداد مادرزاد ضرور، دوم همین که آموزش در کار، دانش در کار، سوم همین که یک راهنما در اول کار، یک راهنمای رهبردی در کار که اونا راهنمایی کنن. سوال دیگر پیدا میشد که همین استعداد و فرقی ندارد که در کدام جبهه باشد با پندارم. مقصد همین استعداد هم ارثی می شود یا این همون محیط خانوادگی، محیط عائله با وجود میارد؟ این به فکرم ارثیت در استعداد نیست. برای چی؟ برای که بسیاری آدمای مصاحب استعداد فرزندشون چی نشدن، یعنی از خون نمیگذرد. بعضا از بعضی وضعیت میشد اما اصلا ارثی نیست. این در جوهر انسان خودم میداند که برای هر یک انسان یک چیزی داده است. یک کسی ساحه علم داده است، یک کسی مثلا هنر داده است، یک کسی شعر داده است. این جوهر در وجود همون خیلی تخمی مثلا گل پرواز میکند میره آدم هر جا باید میبروید ساز میشود. همین تخم هر جا ریخته است. یک تصمیم فرض کردیم ساحه علمای در فیزیک و ماتماتیک و شیمیا مثلا دیگر چیز همون جوهرش داده است. اما اون در نتیجه آموزش، در نتیجه اون که استاد داشتن، استادای دانشمندی که اینا رو راهنمایی کردن، این چیز که ارثی نمیشه. چون که اگر خیلی میشید هم بچه های خیام و رودکی میشته خیام زده ها و رودکی زده ها همه خیلی نیست سرما بشه. مقصد همین برداشته همین اون چیزی که میخواستم به اونای شروع کنم. اگر با هم موضوع در علاقه من اون اندیشویی که بود که ما اگر نپرسیده باشیم. خب من میخوام برای امروزی یک دو شعر میخوانم و مسئله این من در بسیار جهان میخوانم. امروز جهان بسیار خوف و خطر برای ملت ما، برای وطن ما بسیار زیاد است. یک گپ است که امروز جهان بسیار جهان فند و فریب و در دوره حاضر اون دولت به سر دولت دیگر لشکر نمیکشه. اما امنایی که میخواهند اصلا ابر قدرت ها اونایی که میخواهند دیگر جدا حکمرانی کنن، بایگاری ثروت اونا رو به دست بیارن، اما نفسی جهانگیری و جهان در حکمران بودن در اونا هیچ وقت نمیمرد. و هم در فکر اونه که چیکار کرده و فرض کردیم توسون و بایگاری زیاده رو یک کار که زیر تاثیر بودن زیر ایدئولوژی خودشون اونو در بین مردم تفریقه میاندازن. تفریقه رو چگونه میاندازن؟ مثلا نگاه که این حوزی در همین توجیهشون یک قسمش سلفی کردن، یک قسمش وهابی کردن، یک قسمش فرض کردیم نصرانی کردن. اینو زمینه هم برای جنگ و جنجال آینده هم. وقتی که مردم گروه میشن یا در آغاز چی حتی در مسجد بین همون نمازخانه جنجال سر میشه، زمینه پیدا میشه برای اون که آینده اینو اگه بگیم که هزیمه تل چیندند و فقط گوگل زدن در کار میشه، گوگل میزن سوختار میشه. بعد میگن که ما یه علاوه شما محمد درگرته بیدن آتش شما رو خاموش کنید. یعنی در مملکت نوتینجی تمام مملکتی عجیب همینه که مردم شرق نمیدونم چرا همین چیز درک کرده نیستن که اونا بین خودشون تفریقه میاندازن مردم با گروه مذهب. فرض کنیم یک سرزمین بیگانه اومده زد کردن بین شیعه و سنی جنگ است. حالا که اینو
یک جای شده باید برای وطن شما مبارزه کنن، اما برایشون جدایی است. و نگه که یک ملت با چندین مذهب جدا می شود، هر مذهب عقیده تشکیل کرده است. خب اینو بین جنجال می شود. در نتیجه زمینه برای آن که در افغانستان در سطور دیگر جو نگه که دولتایی که کودک تولد میشد بنامش پول میگذارن تا کلان شدنش تامینش میکردن، همونو را جنگ داختن. یعنی یک هوشیاری، یک زیرکی در کار که ما مثلا زیر تاثیر دشمن بسیار زیرک شده، بسیار شیرین رو شده است، خودش دوست کرده نشان میده. و این دشمن ما باید همین چیز درک کردن کنیم. امروز مخصوصا هم جوانایی که امروز تقدیر این وطن در دستشونه باید این چیز درک کنن که دشمن بسیار حیله‌گر شده. من یک شعر دارم: دشمن چی میکارد نیزا، کشتش چی بار آرد بلا، ما رازی هم ساز جدا ای هموطن هوشیار باش. او دوست رو بسیار دوستانه میاد که میگه ایده اکاو در نزدیک، او دوست رو ما دوست جو، ملت ما دوست طلب است، اما وقت با هیچ کس دشمنی نداره. او دوست رو ما دوست جو، او حیله‌دان ما ساده خو، زهر است در هر قندی او ای هموطن هوشیار باش. گه یار و یاور می شود، گاه برادر می شود، مار هستش در می شود ای هموطن هوشیار باش. چون گرد بالا می شود در دیده جا می شود، بختت تگی پا می شود ای هموطن هوشیار باش. و در آخر یک گپ دیگر می خواهم بگم که در بهای جنبازی، در بهای قربانی های زیاد، این از یک سرزمین بزرگ آریایی یک پرچش به ما آمده رسیده است. یعنی با نام تاجیکستان یک پرچه خاکی همون ایران بزرگ به ما امروز رسیده است. وظیفه همه ما خرد و کلان، جوان و پیر، همه وظیفه ما عبارت است که ما همین یک پرچه خاکی که نصیب ما امروز کرده است، همین مانند مردمه که چشمان احتیاط کنیم و همین به آینده ها پیشکش کنیم. رفتگان رفتند، فکر ماندگان باید کنیم. در تلاش و عزم خود را امتحان باید کنیم. آستان خود ندیده آسمان جستیم چند، آستان پست خود را آسمان باید کنیم. مردم در بالای میریخ ما قصر ساختیستن، ولی ما در بیابانای عرب گشتیم، ولی هم برای یک سلاح و برای یک جامعه و برای یک فرنجی جنگ جنجال بین خودمون کردیم. آستان خود ندیده آسمان جستیم چند، آستان پست خود را آسمان باید کنیم. چند میگویی که ملت پیر شد، چون باغبان این درخت پیر پیوند جوان باید کنیم. خشک شد دریای ما تا رفت بر شاخاب‌ها، خشک شد دریای ما تا رفت بر شاخاب‌ها، باز از این شاخاب‌ها بهر دمان باید کنیم. تاج در آثارخانه یک سر شایسته نیست، یک سر شایسته تاج کیان باید کنیم. سرزمین آریان چون سفره سکنده است، سفره را آزاد از چنگ سگان باید کنیم. باید از هر قطره خون آفتاب ساختن، زان همه یک آفتاب آریان باید ما وطن ما آباد کنیم، یک پرچگی ما نگه بداریم. خواهیم که وقتی که میگیم ما آریایی باید ارزنده باشیم به نام ما. از تو در فرزندی تو دیگر چی ماند، شد فراموشش چو لحظی مادری. از تو در فرزندی تو دیگر چی ماند، شد فراموشش چو لحظی مادری. آه از او بیهوده می جویی دیگر، تو نشانی آدم و آدمگری. آه از او بیهوده می جویی دیگر، تو نشانی آدم و آدمگری. یاد ناورد از سودی
علت حرمتی شیری تو رهگیرش نشد او چی داند قدری دیگر مادران چون دوامی مادری پیرش نشد او چی داند قدری دیگر مادران چون دوامی مادری پیرش نشد چه آموزد به فرزندان خود چون ندانست قدر اجدادان تو با کدامی لحظ گیریت های های از پسی تابوتی پر ارمانی تو لحظی تو ناموسی تو ایمانی توست تو بروی ننگو ایمانی تو کرد روزی سختی میکند او با وطن آنچی با لفظی نیاگانی تو کرد روزی سختی میکند او با وطن آنچی با لفظی نیاگانی تو کرد. یدی بیضا ما به این عبارت بسیار واخورده ایم. از قصه و داستانها آگاهی هم داریم که یدی بیضا گفته چی را در نظر دارند. ولی باز میخواهیم بدانیم که شاعران و داستان نویسان این عباره را به چندین صنعت و معنا استفاده بردند. مهارت شاعران بزرگ ما گاها در یک عباره خیلی روشن و گویا دیده می شود. اولا باید همین را بگوییم که ید دست است. سعدی شیرازی به همین معنی بیتی دارد. یدی ظلم جانی که گردد دراز نبینی لبی مردم از خنده باز. یدی بیضا کنایه از دست معجزه‌کار موسی پیغمبر که گویا اگر دست خود را به بغل کرده بیرون برآورد مثل آفتاب می درخشید. بدری کشمیری همین معنی را در نظر داشته سراییده است. کلیم الله به امری ذات بی عیب یدی بیضا نمایان کرد از جیب. حاذق در صنعت گفتارش یدی بیضا را به دست سفید یار نسبت داده گفته است. یدی بیضا یشر می دیدی از دور کجا موسی دیگر می رفت در تور. اما بدری چاچی باشد یدی بیضا گفته روشنی آفتاب را در نظر دارد. بود شب چون دلی فرعون سیاه و بیمیر سوپ زان روی چون موسی یدی بیضا آورد. ببینید تشبیه را، صنعت سخن را، تصویر شب و دمیدن صبح را. خاقانی شیروانی از همه بیش یدی بیضا را در غزلهایش مورد استفاده قرار داده است. یدی بیضا معجزه را، کارنامه را هم افاده کرده است که آن را خاقانی به چنین معنی آورده است. تردامنان که سر به گریبان فرو برند سحر آورند و من یدی بیضا برآورم. و یا ابو اسحاق اتیمه باشد یدی بیضا را در مهارت، توانایی، قدرت هم دیده توانسته است. نزدی شعرا خوان عبارت چو کشیدم گفتند در این سرفه تو داری یدی بیضا. همچنین این عباره به معنای معلوم، مشهور هم افاده گردیده است. تو را در دوستی رای نمیبینم چو رازم در دل جای نمیبینم تمنا میکنم هر
هر شب که چون یابم وصالت را تمنا میکنم هر شب که چون یابم وصالت را از این خوشتر تمنای نمیبینم از این خوشتر تمنای نمیبینم به هر محفل که بنشستی توی در چشمی من زیرا که چون تو محفل آرای نمیبینم اگر تو سری بالایی تو را من دوست می‌دارم اگر تو سری بالایی تو را من دوست می‌دارم که چون تو سر بالای نمیبینم که چون تو سر بالای نمیبینم نمیبینم چگونه نغمه ها قانی نسازم اندلی باسا چگونه نغمه ها قانی نسازم اندلی باسا گلشن آرای نمیبینم چو گلشن آرای نمیبینم تو را در دوستی رای نمیبینم یدی بیضا در فرهنگ اساطیر و داستانواره ها در ادبیات فارسی محمد جعفری یا حقی این عباره خیلی فهما و روشن معنی داد گردیده است که ما را قناعت می بخشد. باری دیگر ما به اون اندیشه‌ای که داشتیم دلپر می گردیم. چنان که از آیات متعددی قرآن کریم برمی آید و جمله کرامت و معجزات حضرت موسی این بود که
چون دست را در زیر بغل می برد و بیرون می آورد، نوری از آن ظاهر می گشت و با آسمان تتوق می کشید و عالم را روشن می کرد و چون به بغل می برد آن نور برطرف می شد. این سپیدی آیت نبوت و نشان خدای تعالی بود. بعضی گویند در کف دست او نوری بود که چون آینه می درخشید و جانب هر کس می داشت بیهوش می شد و چون دست به بغل می برد به هوش می آمد. این معجزه بعدها در سرگذشت حضرت موسی به ید بیضا دستی سفید و روشن معروف شده و با جوهری افسانوی و خیالانگیزی خاصی که دارد مورد توجه و استفاده شاعران و نویسندگان فارسی زبان واقع شده است. به اندیشه ما این نگاشته کوتاه و پرمعنا برای همه ما روشن گشت که ید بیضا چی تاریخی دارد. بعد وابسته به این نگاشته از شاعران بیتها آورده شده است. کجا خورشید رخشان را بپوشد زیر دامن در، به آن ماند که اهریمن همه پوشد ید بیضا. بشیر خاطری عطار را دمی عیساست، از آن که هست چون موسیش صد یدی بیضا. 9 چرخ 8 بیدق شطرنج ملک اوست، او شاه نصرت از ید بیضای موسوی. به دستی او اگر دادی هنر را، یدی بیضاست اندر آستینش. از تاریخ و پیدایش این یا آن کلمه و عباره گفتن و به عمق معنی آنها رفتن خود روشنی به ید بیضا ماند. ما را یک عباره به چقدر بیت شاعران و روایت ها روبرو می کند. البته برای آن شخصانی صاحب سخن و صاحب دل هر عباره های اساطیری عجیب است. همین است که می گویند یک سخن 366 پهلو دارد و هر پهلو به آهنگی برمی خورد. مگر چنین نیست؟ تا نگه از چشمی حیران کرده ایم، خانه ای آینه ویران کرده ایم. تا نگه از چشمی حیران کرده ایم، خانه ای آینه ویران کرده ایم. عالم ما را مسخر شد مگر، عالم ما را مسخر شد مگر، یادی انگشتی سلیمان کرده ایم، یادی انگشتی سلیمان کرده ایم. خویش را در محفلی بزمی ادب، بهر عیدی وصل قربان کرده ایم. لذتی دردش گرین است ای طبیب، ای طبیب بگذر از ما ترک درمان کرده ایم. لذتی دردش گرین است ای طبیب، ای طبیب بگذر از ما ترک درمان کرده ایم.
چون سراب در بیابانی جنون از سیرش که خیش توفان کرده ایم ما غلط پیش لبش از ناکسی قصه لعلی بدخشان کرده ایم ما به مجنون خوانده در فنی جنون زان سبب ترکی دبستان کرده ایم حبذا تغرل که به دل گفته است یار می آید چراغان کرده ایم حبذا تغرل که به دل گفته است یار می آید چراغان کرده ایم تا نگه از چشمی حیران کرده ایم خانه آینه ویران کرده ایم یار می آید چراغان کرده ایم ارغنون زن. رازی سازها. هر ساز، هر اسباب موسیقی هزار اسرار دارد. ما را همیشه صدای خوش آنها، ساخت آنها به خود می کشد، به اندیشه می برد. و باز مخصوصا مطربان چیره دست به آنها سر و کار گیرند، به نوا آرند. ما را اسیر ساز و نوا به هنری خویش می گرداند. از این رو هر یکی ما به خود فرو می رویم و می گوییم سعادت به من روی بنمود باز، نوازنده ساز بنواخت ساز. این سفر ما خواستیم که به شما شنوندگان عزیز درباره ارغنون و یا ارغنون هم میگویند کمی معلومات دهیم. هر ساز با ساخت خود ما را وادار می کند که درباره آن بیشتر معلومات داشته باشیم، با خبر باشیم از اسرار آن. ارغنون اسباب موسیقی است که همه ما میدانیم. خودی کلمه ارغنون یونانی است. در رساله موسیقی که مؤلفش نامعلوم در باب ارغنون آورده شده است. ارغنون سازی است که در روم می باشد، 200 تار دارد، آن را 40 کس می نوازد، و مانند صندوق است و بر گرد آن چون استادان قالین باف می نشینند و می نوازند. و این سخنی عوام بوده، معلوم نشد که چی طریقه سازی است. گویا ساخت این ساز چون افسانه نموده است و در آخر شبهه کرده است. در رساله موسیقی حسن کوکبی در فصل 5 ارغنون چنین شرح یافته: ارغنون سازی است که او را حکمای روم پیدا کردند و بعضی گویند چون صندوق است که 40 کس می نوازد. بعضی گویند که در هند سازی است به صورت کمان ندافان و او را 1 تار سیم است. ارغنون اعتبار از همان است. ببینید در هر دو رساله چنین شرح یافته که ساز را عموما ندیدند و از روی نقل و گفته ها نوشتند و همینش برای آنها عیان است که چنین ساز هست. از همه عجیب آن که در تحفت السرور درویش علی چنگی نیز تکیه به همین گفته ها ارغنون صفت شده. ارغنون سازی است که او را حکمای روم پیدا کردند. روایتی هست که او را 40 کس می نوازد و صورتی او چون صندوق بوده، در اطراف او استادان می ایستادند، همچون استادان قالین باف، و در نوازش می آوردند. این سخنی عوام است، زیرا که فقیر هرچند تردد و تجسس نمود، معلوم نشد که به چی رویش است. استاد فقیر می گفت که در هندوستان سازی است چون کماندانان و او 1 تار دارد از سیم و او را به انگوش در نوازش می آرند و 1-2 گرفت می کنند و آن را در آنجا ارغنون می نامند.
وقتی که کس با چشمش آن ساز را نبیند چنین گفته ها چنین روایت ها به میان می آید. ولی مهم آن که نام این ساز در زبان اهل ادب و عالمان افتاده توجه آنها را به خود کشیده. باز به سیر نام این ساز می براییم. در لغات برهان قاطعی محمد حسین برهان چنین آورده شده: ارغنون سازی است مشهور که افلاطون وضع کرده است و بعضی گویند ارغنون ترجمه مزامیر است، یعنی جمعی سازهای نفس، و بعضی دیگر گویند چون 1000 آدمی از پیر و جوان همه به یک بار به آوازهای مخالف یکدیگر چیزی بخوانند، آن حالت را ارغنون خوانند. و جمع دیگر گفتند که ارغنون ساز و آواز 70 دختری خواننده و سازنده است که همه یک چیز را به یک بار و به یک آهنگ با هم بخوانند و بنوازند. این هم معلومات عجیب و حیرت آور. ارغنون با شکوه و شهامت با صدای پررو و سلسله‌ایش همگان را اسیر نموده به خود کشیده. آن معلوماتی که درباره ارغنون گذشتگان ما نگاشتند همه از روی شنیده و تصورات آن زمان است و اساس آن است که از این ساز بزرگ آگاهی داشتند. همین است که ابو عبدالله خوارزمی از اسباب طوری بودن ارغنون و شکل کدومانند داشتن آن را خبر دهد. کوکبی بخارایی موجودیت ارغنون دهانی را ذکر کرده است. درویش علی چنگی میگوید که ارغنون صندوق مانند بوده 900 تار داشت و آن را 40 کس می نواخت. ارغنون یک تاره هندی نیز مشهور بوده است. زیونانیان ارغنون زن بسی که بردند هوش از دلی کسی، میگوید نظامی گنجوی. گر یک نفس ز زندگانی گذرد، مگذار که جز به شادمانی گذرد. زینهار که سرمایه این ملک جهان عمر است و بدان سان گذرانی گذرد. Nessuno sa il principio, nessuno sa il futuro, oscuro come l'ombra contro muro. La resa è consumata, ridotta ad un bisbiglio, la voce di una donna, la foto di suo figlio, caduto in uno spasimo, rapito al suo cammino, spezzato dentro un piatto, pane e vino. Dove portano i passi che facciamo? Dove portano i passi che seguiamo? Nessuno sa il principio, nessuno sa la fine. Guardar marcire i frutti per masticare spine. Nel buio delle viscere il morso del dolore. Per gli occhi di un bambino cresciuto nel rancore. Lasciato solo al bivio, trovato dal destino, che carica il cannone, che scappa nel mirino. Dove portano
i pazzi che facciamo, dove portano i passi che seguiamo. Nessuno sa il principio, nessuno sa il futuro, ti aspetta come l'ombra contro un muro, e non sarà un bastone nel fumo di un fucile a fare forte un uomo, a farlo meno vile. Ti basterà una lacrima, limpido segnale, che può sentire amore, che può fuggire il male. Ti basterà una lacrima, visibile cammino dal fondo della notte, dal chiaro del mattino. Dove portano i passi che facciamo? Dove portano i passi che seguiamo? افسود جمله آفرینیش مایه، در چشمی خیرت جوهری بینیش مایه. این دایره جهان چو انگشتری است، به هیچ شکه نقشی نگینش مایه. ارغنون سازی موسیقی قدیمه یونانی است. آن از نوع سازهای زبان، چادر و بادی است. ارغنون پورتاتیوی، دستی، پازیتیوی و بزرگ می شود. از این رو آن سازی مرکب است که از چند قسم عبارت است: نیچه ها، دستگاه تنظیم، ونتیلاتور و موتور الکتری. در طرف چپ و راست ارغنون نواز دسته های بعدی، تگمه ها و فشنگ های کومکی جای داده شدند که در مجموع واسطه نوازیشند. نیها و نیچه های هواگذران در داخل بدنی چوبین ارغنون نصب شدند. نمای ارغنون را نیهای قطاری استوانوی آرام می‌دهند، ولی قسما این نیها برای نواختن نیز استفاده می شود. نیهای ارغنون فلزیوی چوبی می شوند و دو طرزی صدابراری، لبی، هوایی و ریزنتاری در نتیجه لرزش پلاستین آهنگی صدا حاصل می شوند دارند. گروه نیچه های یک تمبر که تمام دیاپازون ارغنون و یا یک قسم آن را تشکیل می دهد بودی ارغنون نام دارد و از یک مواد ترکیب یافته یک شکل را دارا می باشد. هر یک نیچه بعدهای اساسی ارغنون فقط یک خیل صدای بی تغییر می برارند. برای ایفاده‌ناکی صدا ارغنون سازان مکانیزمی نوی اختراع نمودند که توسط آن بعضی صداها گویا از دور می آیند. اساساً ارغنون همین است. ما درباره وطنی آن چسان اختراع گشتن این ساز نمیستیم. آخر هر ساز در گردش ایام هزار خیل، هزار رنگ می شود. اصلی آن را کسی تصور کرده نمی تواند. همی راندم فرس را من به تقریب، چو انگشتان مردی ارغنون سن. در اینجا خیلی خوب می شود که از کتاب عجایب نامه احمدی توسی حکایتی را بیاوریم. این کتاب در اصل 12 انشا شده، ولی پند و حکمت و حکایات جالبش همیشه در خور امروزیان و آیندگان است. گویند ملکشاه را با ملیک روم مناجعت دشمنی بود. جوینی را موسیقی شناس و هنرمندی معروف عرب ابوالمعالی جوینی بر روم فرستاد
به رسالت. رومیان ارغنون بنهادند و به 40 مرد آن را میزدند تا مگر جوینی را مدهوش کنند. جوینی برگشت و در وی اثر نکرد. پیش ملیک روم آمد، گفت: ای امام، چی دل داری؟ مگر سنگین است که ارغنون در آن اثر نکرد؟ جوینی گفت: چندان طرب علوم ها در دل من است که طرب ارغنون در آن نگنجد. گفت: این دعوا عظیم است. جوینی گفت: ارغنون تو به 40 مرد میزنند و تباه میزنند. اگر خواهی من درست بزنم و تنها زنم. ایشان را برانگیخت و تنها ارغنون را بزد به وزنی که آن 40 مرد را مدهوش کرد و بازگردید. چون به عقل باز آمدند، ملیک روم را گفتند: این مرد مگر از جمله فرشتگان است و ما جمله چاکران او گشتیم. ملیک روم گوید: من نیز با شما موافقم. و جوینی را گوید: ملیک شاه بزرگ است، من ولایت روم را در کار تو کردم. اگر مصلحت بینی من به نیابت تو این ولایت را نگاه دارم و خراج میگذارم. و ملیک شاه گفت: آنچه به 60,000 سوار راست نشد، امام الحرامین راست کرد، یعنی امام مکه و مدینه. مقصود از این حکایت آن است که کار آواز و سمع عظیم است و خداوند هر جا که سمع و عقل و بصر را، یعنی بینایی را یاد کرد، سمع را مقدم، یعنی در اول گذاشت. و خداوند شنوا و داناست و او شنوا و بیناست. و ما پس از این حاسه زبان بگوییم. این یک حکایت تاریخی از بزرگی و شهامت صنعت و هنر گفته شده است. در هر دور و زمان قفل‌کشای دلها موسیقی سرودهای هنرمندان بوده. ما را خوش است که این ساز آوازدار و بزرگ سال 1979 به تاجیکستان آورده شد. آن در تالار کنسرتی دانشگاه دولتی صنعتی به نام میرزا ترسونزاده نصب شده است. بستکاران تاجیک هم از صدای این ساز روح گرفته یک سلسله اثرها ایجاد کردند. میتوان اثرهای خیالات و پسکالیای باریس تیگاوت، داستان ملی و سلسله آوازی رباعیات عمر خیام برای بریتان یونوس ممیدوف، داستان تصنیف خورشید نیازی را نام گرفت. خود آوردن این ساز به اهل ایجاد یک تکان، یک شور و شوق بود، ولی نه هر یک ایجادکار به مراد دلش رسیده توانست. برای ارغنون اثر ایجاد کردن ممکن است و باید صداهای آن را از دل و جان احساس کرد و جهان بینی وسیع داشتن در کار. صدای ارغنون آوای دلی حساس و نازک را دارد. باید آن را شنید. صدای آن ما را به گذشته دور، به صدای ملکوتی میبرد. ما را به سوی سما میخواند، با نواهای دیگری آسمانی جور مینماید. همین است که آن را گاه در وقتهای بسیار حساس و تقدیرساز مینوازند. دیدار دل فروزش در پایم ارغوان ریخت، گفتار جان فزایش در گوشم ارغنون زد. اولین ارغنون زن تاجیک دلبر ولامت زاده بود. او دل به این ساز بست و چنان مشق کرد و آموخت که همه را به حیرت آورد. مخصوصا هنرنمایی او در ایتالیا خیلی پرشور و شوق بود. ایتالیایی ها به وجد آمده انگشت گزیدند از هنرش، از آن که خیلی استادانه می نواخت، ولی عمر به او وفا نکرد. ارغنون ساز است که خیلی مشکل و مرکب. نوای آن، صدای آن ما را با خود می برد، ما را به عالم تخیلات، به دنیای رویاها می پیوندد. گرچه بیهوشم ز دردی عشق بهر امتحان، در تحرک ناله ارغنون آرد مرا. همین بود یک نگاه، یک معلومات کوتاه درباره ساز ارغنون. ما امید میکنیم که
چون دلبر ولمت زاده ارغن و نوازانی ممتاز را میبینیم. چون که این ساز با شکوه و صدای سلسله دارش به صنعت یک نوگانی می آورد. خوشخوان آواز خوش همیشه به دلها معوا گیرد. آن خوانندگان و سرایندگانی که خوش آواز و خوش لحن باشند محبوب همه می شوند. از همین جهت شیخ سعدی گوید روی خوش و آواز خوش دارند هر یک لذتی، بینگر که لذت چون بود محبوب خوش آواز را. خوشخوان به معنای خوش آواز، خوش صدا و خوش آهنگ معنی داد شده. آنسانی که خواجه حافظ سراییده. مرغ خوشخوان را بشارت باد کاندر راه عشق، دوست را با ناله شبهای بیداران خوش است.
خوشخوان. چون آواز فورم به گوش رسد دل بالد، دل به وجد دارد. صدای خوش کس را اسیر کند، دل را با خود برد. یک کلمه در کتاب دانشنامه 6 مقام به چندین طرز معنی داده شده است. اولا خوشخوان، خوشخنجره، خوشخواندن، خوشخوانی، خوشدستان، خوش زخمه، خوش سیما. مطربی خوش صدا، خوش صوت، خوش آواز، سراینده خوشخوان، آوازخوانی نیکو، خونیاگری خوش آوا تفسیر شده است. بساز ای مطربی خوشخوان خوشگو، به شعری فارسی صوتی عراقی. گفتنی خواجه حافظ به همین معنی هاست. دوم، رامشگری که در هنروری خوبخوان و خوب نواز آواز ساز را با سبک خوش به اجرا می رساند. نظامی گنجوی با همین معنی آورده است. مبادا بهر من از او خسیسی، بجز خوشخوانی و زیبا نویسی. و یا باز خواجه حافظ شیرازی سرایده: سخندانی و خوشخوانی نمی ورزند در شیراز، بیا حافظ که ما خود را به ملکی دیگر اندازیم. سوم، خوشدستان، خوشدستانی رامشگر خوشخوان و خوشآواز دانسته شده است. سوزنی بیتی دارد که چنین است: سوزنی در باغ مدح، میری عالم زیندین، بلبلی خوش لحن و خوش دستان و شیرین نعمتی. چهارم، خوشدم مطرب خوشآواز، خوشخوان، خوشنوا که در سازنوازی آوازخوانی اعجاز هنری پدید می آورد. پنجم، خوش زخمه مطربی به هنر و صاحب هنر در سازنوازی آوازخوانی سبکی خاصه دارد. در بیت مسعود سعد سلمان همین معنی جای دارد. نوای مطربی خوش زخمه و سرودی گنج، خروشی عاشقی سرگشته و عتاب نگار. ششم چنین است: خوش سرود رامشگری پرهنر آوازخوان سحرنوا و مرغوله آوا را گویند. موشک جعد و موشک خان و موشک ناف و موشک بوی، خوش سماع و خوش سرود و خوش کنار و خوش زبان. ببینید با کلمه های مشک و خوش منوچهری چقدر کلمه ساخته و چسان زیبا آنها را بر رشته نظم کشیده. هفتم، خوش سیما رامشگر شنونده‌ای که موسیقی، ترانه و نوا را با ذوقی سرشار و عالیشان شنود و سراید. هشتم، خوش سفیر مطرب سراینده، نوازنده، خوشنوای و خوشنغمه، خوش زخمه، خوش صدا که در هنروری استعداد ناتکراری اجرایی را منظور شنونده می نماید. حور و قصور و می و شیر و انگبین، حوران خوب صورت و مرغان خوش صفیر. گفتنی سوزنی به همین معنی است. نهم، خوش صوت، خوش صوت، خوش لحنی خونیاگری خوش صدا و خوش نغمه، خوش آهنگ که صاحب صدای خوب، سبک ناتکراری اجرایی است. یک کلمه به چند طرز، به چند معنی، به چند آهنگ آمدنش عجیب است. ما را یک کلمه به سیر آوای و صداهای خوش دیگر هم نوا کرد. از هر کلمه آهنگ روییده، نوا سبزیده، معنی نو پدید آمده. خوشخوان ما را اسیر کرده.
جگر خارج داری خونخواری و شاقی جگر خارج داری هرگز نخریدم به کفی پای خاری آزردگی سینه افگار دانی آزردگی سینه افگار دانی شب تا به سحر کوفته به خیرونگ این نازی بخوابیم دیده بیدار داری ترانه‌های دلانگیز. ترانه ترنم باید کرد تا دل بزوقد ببالد و گاهها به خود فرو رود. ترانه تواند دل را آری از هر گونه خیال‌های باطل نماید، دل را صاف و مبرا سازد. ترانه ترانه. شاعران ترانه سرا از همه بیش با دل خویش گفتگو کنند، شرح حال دل به سخن کشند. ما را خوش است که شاعر شناخته و دل آشنا کمال نصرالله با ترانه سرایی میل کرده. ترانه را باید آن وقت گفت که همچون شاعر پخته رسیده باشید، خویش را در تار و پود سخن پیدا کرده باشید. کمال نصرالله شاعری برکمال است، دیگران که همچون شاعر در شعر و شاعری خود را کیها هویدا نموده است. کم ربایی دو بیتی گفته، ولی حالا بیشتر به این نمود شعری رو آورده است. خزان ریزم خزان ریزم خزانم، خزان آمد به نخلی جسم و جانم،
خداوندا به شاخی خشکی پاییز چو برگی آخرین مانم نمانم. دو بیتی های او از درد دل رسته و دو بیتی های درد شده. ولی همین را باید بگوییم که در سن و سال شاعری خزان ریزی به گنج ریزی برد. سن سال پخته وقتی حاصل غنداری سخن پخته شعری نگفته است. خزان ریزی طلایی بر سرم ریخت، تو میگویی خدا بر سر زرم ریخت. کشادم بال چون مرغان به شادی، غباری زندگانی از پرم ریخت. خودی شاعر برای تصدیق فکرش همین نکته رو خیلی عالی گفته، دریافته. چو برگی خشک از جانت رها باش، دمی آزاد چون مرغی هوا باش. چو بر چاشی به دوشی عاشقان ریز، شبیهی تیرماهی با سخا باش. من آن ابرم که می آیم ز دریا، روانم در بدر صحرا به صحرا. نشانی کشت زار نیکو کی بارانم سراکا. نشانی کشت زار نیکو کی بارانم سراپا. به خاکستر چی آتش را که خوب است، چی ها در این لبانی ناشکوفته است. منم آن ساحلی خاموش سنگین که توفان در گریبانش نهفته است. منم آن ساحلی خاموش سنگین که توفان در گریبانش نهفته است. من آن ابرم که می آیم ز دریا، روانم در
صحرا به صحرا نشانی کشت زار تشنه تو کی بارانم سراپا نشانی کشت زار تشنه تو کی بارانم سراپا غباری خیمه در عالم گریفته زمین و آسمان ماتم گریفته چی فصل است این که احمد بان دل چی شهر است این که خاکی غم گریفته چی فصل است این که احمد بان دل چی شهر است این که خاکی غم گریفته چی شهر است این که خاکی غم گریفته چی شهر است این که خاکی غم گریفته شاعر در عمر خزان آه و ناله را نه زیبایی را دریافته مرگ زیبای برگ ها را شاعرانه دیده شاعرانه به تصویر کشیده است. به مثل پنجه دستان مادر مرا برگی خزان کف ماند بر سر دلم گم زد چو مادر ای خزان ریز در آغوشی پر از مهرت مرا بر. ترانه در خزان ریز شاعر گلریز گشته گلافشان شده خود خزان آهنگ درد است جدایی است حسرت است اما خزان را با خود تنها شاعر نیکبین هم نوا می یابد خزان را زیبا می سراید همین است ترانه درد در لباس دلاگاهی شادمانی. خوشا این بوسه بارانی خزان ریز بدوشی یار بارانی خزان ریز خوشا خندان دویدن از پس یار و رنگین فرش دالانی خزان ریز. در آهنگ خزان ریز شاعر آهنگ درد و آه از سینه بیرون ریخته را پیدا کرده آن آهنگ را تنها شاعری درد آشنا و دلاگاه تواند شنید تواند احساس کند. رها گشتم چه برگی تیر ماهی پریدم در هوا با بال آهی پریدن می توان بی بال و بی پر اگر بالی تو باشد بی گناهی. سلام ای گلشنی من همه باری غمت برگردنی من مرا نشناختی تا زنده بودم شناسی خوب بعدی مردنی من مرا نشناختی تا زنده بودم شناسی خوب بعدی مردنی من
فدای نامیارم، فدای افسان پیغامیارم، برافروزم درونی سینه آتش، ازت آورده های خامیارم، برافروزم درونی سینه آتش، ازت آورده های خامیارم. اگر شیر شنیدی یاد من کن، اگر راه کشیدی یاد من کن، اگر شیر شنیدی یاد من کن، اگر راه کشیدی یاد من کن، اگر تندر درخشید و تو از ترس ز جایت خط پریدی یاد من کن، اگر تندر درخشید و تو از ترس ز جایت خط پریدی یاد من کن، اگر شیری شنیدی یاد من کن. شاعران را یک بیت و یا یک مصرع دلکش به الهام آورد و به بداهتاً شعرگویی وادار سازد. در فصل خزان در آهنگ برگریزی استاد لایق دو بیتی دارد که چون پند و اندرز به زبان خرد و بزرگ نشسته به دلها نقش بسته. همان دو بیتی که چنین است: خزان ریز و خزان ریز و خزان ریز، چرا عمری جوانی بگذرد تیز، چرا آدم نداند قیمتی عمر. به شاعر بیت جوهردار کافی است، میگویند که بی سبب نیست. شعری که به دلها نرسد، کار نکند، نگفته بهتر است. دو بیتی های خلقی از قعر دلها بیرون آمده، از زبان به زبان گذشته، بعد صیقل یافته باشد. شاعران اصیل در حالت رویایی، بیخودی و دل لبریز از عشق داشته دو بیتی های دلاویز و ماندگار و پراهن گویند. پس از بابا طاهر تنها استاد ابوالقاسم لاهوتی و استاد لایق به دو بیت سرایی موفق شدند. مخصوصا استاد لایق در دو بیت سرایی داد سخن را داده. محمد اقبال شاعر بزرگ پاکستان هم دو بیتی زیادی گفت. به دو بیتی روح تازه بخشید. تأثیر او هم هست. اما چی گوییم که بابا طاهری همدانی با 300 دو بیتی نام خویش را جاویدانی در سرایش این نمود شعری گذاشت. خوب است که شاعران صاحب تجربه به دو بیتی رو می‌آورند. ما خیلی خوشحال گشتیم از دو بیتی های در آهنگ خزان ریز گفته شاعر نیکبین کمال نصرالله. به ناگه ریخته ناگه بمیرند، به زیری پا بر روی ره بمیرند. سبق از مرگی برگان گیر، زیرا اگر میرند با قهقه بمیرند. ترانه دل، ترانه آه، ترانه درد، ترانه شادی، همه در دل معوا گرفته، در آهنگ دل جای یافته. ترانه زاده دل عاشق و شاعر اصیل است. خزان آمد خزان آمد خزانم، تو را آیا ببینم یا نبینم. تو رفتی یاد دیرینی تو را من، چو برگی ریخته از راه چینم. ترانه درد شاعر ما را با خود هم نوا و هم صدا نمود. ترانه ها ما را خزان ریز نه گل ریز کردند. را کشت آخران مخی دلی نمانده در
چرا بیرم گبویی ای دل چرا در جستجویی ای دل چرا زندر نمیخواهد تو را یا عجب به آبرویی ای دل عجب به آبرویی ای دل عجب به آبرویی ای دل زی دستت در عذابم ای دل دچاری استرابم ای دل سهر شد شکم آرام بنشین بهیل یک دم بخوابم ای دل بهیل یک دم بخوابم وطن از نو تمام ای دل جهانت را ببند آرام بنشین کی جانم بر لب آمد ای دل دستت ناتوانم ای دل همیشه در فغانم ای دل چرا پرخون نمودی سینه‌ام را چی میخوایی ز جانم ای دل چی میخوایی ز جانم ای دل چی میخوایی ز جانم ای دل بس است آخر حیا کن ای دل دیگر ترکی خطا کن ای دل و یا از عشق دل بردست بردار و یا من را رها کن ای دل و یا من را رها کن ای و یا من را رها کن ای
آماده نمودن گفتار آزاده‌زادگان اینها سهم گذاشتند. شهاب الدین حق نظر، محمد جان شادی، فیروزه شریف، عابد جان سیدزاده، طالبی محمود. این بود گفتار نوبتی آزاده‌زادگان.